ماه خدا باز آمده، ماه مقبول و سرافراز آمده، ماه مقبول و سرافراز آمده. سینه پر گشته ز الطاف خدا، توی این ماه پر از عشق و صفا، توی این ماه پر از عشق و صفا. رمضان بهار قرآن و دعا، رمضان ماه مبارک رمضان هم سپری شد. صدها و هزارها و صدها خواهر مسلمان و مادر مسلمان، صدها اطفال مسلمان بیگناه و معصوم به فلسطین و سوریه و لیبی ها و میانمار از مسلمان ها ساختنده شد، در داده شد، کشته شد، به شهادت رسید، قربانی شد. چقدر دعا کرده این مسلمان، چقدر شب دعا کرده برای این مسلمان، چند بار اشکای تو ریخته. تو به الله قسم اگر روز قیامت الله متعال از تو پرسان کنه که آیا مسلمان های سوریه و فلسطین و مسلمان های عراق و مسلمان های لیبیا و مسلمان های میانمار که هم تحت کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله برادرت بودن یا نبودن؟ با سجده کردن الله متعال برادرت بودن یا نبودن؟ با ایمان داشتن به قرآن برادرت بودن یا نبودن؟ با امت بودن بر پیامبر صلی الله علیه وسلم برادرت بودن یا نبودن؟ تحت ان المؤمنون اخوة داخل بودن یا نبودن؟ چقدر دعا کرده، چقدر اشک ریختن در ماه رمضان، دل تا سختن تو کوفته و نوشابه و پلو و چلو خوردی و او خون خورده. ماه مقبول و سرافراز آمده، ماه مقبول و سرافراز آمده. رمضان ماه سعادت بشر. تأسف است که ملت ها فقط نجات خود همیشه میخواهند، فقط بهشت را برای خود میخواهند، دین را برای خود میخواهند، شهادت را برای خود میخواهند. تأسف است، درد پیدا نمیشه. مسلمانی که به فلسطین و عراق و سوریه قربانی شده، تو از او بیخبر هستی، از درد از او بیغم هستی، فارغ هستی. به الله قسم اگر مؤمن کامل باشی، والله قسم اگر ایمان کامل داشته باشی، مؤمن کامل حساب باشی. برادرت اونجا ساختنده شه، قربانی شه، دست و پایش مسلی شه، باز تو اینجا راحت خواب شو، باز مسلمان میری از دنیا. امت پیامبر صلی الله علیه وسلم خواهد رفت، الله به محشر از تو پرسان نخواهد کرد. ملت افغانستان که دین نیامده بود در زندگیشان قبل از اسلام، بتخوار سجده میکردن، صحابه اشک میریختاندند که اگر دین به بت پرستان نرسه الله از ما سوال خواهد کرد، یا باید دعوت ما برسه یا باید پیام جهاد شمشیر ما برسه. تو امروز اینقدر درد دین نداری، آنقدر غم دین در وجودت دیده نمیشه که خواهرک مظلوم فلسطینی ما به عزت میشه، خواهرک مظلوم و دین دوست و مخلص ما به میانمار زنا میشه، به ماه رمضان به او کشته میشه، بعد ساختنده میشه، جسدش به بازارها انداخته میشه به روی آفتاب. تا حال به تو درد دین پیدا نشد، دلت به اون مسلمان نسوخت. نیمی شب دستار بلند نکردی، اشک نریختند که ای الله از دست جنایتکاران زمانه ملت ها و امت های مسلمه به کجا برد؟ تا که پیامبر حیات داشت به شکمبه شتر را به سر پیامبر می انداختند، تا که پیامبر حیات داشت خنجر آهنی را به احد به سر مبارک می زدند. امروز اون جنایت ظالمانه خود را به سر فرزندای امت اسلام می کنند. اما
این ملت ملت مظلوم، ملت یتیم، ملت بیچاره و در بدر خاک بسر شد. از وقتی که خلافت اسلامی شکست، مسلمان ها بی سرپرست و بی امام و بی رهبر شدند. وحدت از ما بین مسلمان ها رفت، به مسائل جزئی و فروعی و اختلافی و ثوابی و استحبابی مصروف شدند. دین را فقط نماز و ذکر و دعا و گوشه‌نشینی و نفقه عیالداری از طریق حرام و حلال، دین را منحصر به همین کردند. نظام سیاسی اسلام را زیر پا کردند، نظام تجارتی اسلام را زیر پا کردند، نظام اقتصادی اسلام را زیر پا کردند. تأسف و قربانی که امروز خواهرک فلسطینی و عراقی میده، صبح او حالت به دروازه خانه تو خواهد رسید. صبح زن و ناموس تو توسط آمریکایی و توسط مجوسی و کاتولیک تجاوز خواهد شد، نعوذ بالله. باز همونطور که به حق کسی گریان نکرده، کسی نخواهد بود به حق تو گریان کنه. همونطور که برای نصرت و قوت مؤمنین گاهی وقت نفس خود، صدای خود را هم نکشیدی، کسی نخواهد بود که به نصرت تو تیار بشه. تأسف است که یک ماه 30 روز میگذره، اما در مورد مسلمان های جهان یک تبصره نمیشه، از یک منبر و یک مسجد حتی یک دعا نمیشه، یک صدا خور بلند نمیکنه که اونا هم مسلمان هستند، اونا هم شعار لا اله الا الله محمد رسول الله میدن. بی غیرتی و بی ننگی و بی حرفتی، دوری درد انسان و مؤمن و مسلمان آنقدر از وجود ما دور شده که حتی اگر به کابل هم کسی شهید بشه، قربانی بشه، در هلمند هم کسی قربانی و شهید بشه، فقط از اعضای فامیل ما نباشه، بس مشکل نیست، ما مسلمان هستم، مؤمن هستم. ماه رمضان و تو باید درد دین بده، فهم دین بده، تقوا بده، ایمانت را انرژی بده، دلسوزی برای مؤمن و مسلمان برای تعلیم بده. چقدر دعا کردی ماه رمضان به حق مسلمان ها. باید از الله بترسیم، باید توبه کنیم، باید دلسوز برای تمام مسلمان های جهان باشیم. لي الله من حب أقام بمهجتي